آیه 60 سوره غافر. خداوند میگه که منو صدا بزنید تا من اجابتتون کنم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خیلی هم معروفه. بعد همه میگن خب من این همه خدا رو صدا میزنم ما اجابت ندیدی. در صورتی که خداوند اینجا نمیاد برای شما نوعی بگه که خب یک گوله باری بذار همون یه تایم کوتاهی که اومدی تو سجده، اومدی داری نماز میخونی، اومدی داری عبادت میکنی، شروع کن اونا رو، ورقات رو کن، نیازها تو بر من رو کن. میگه بخوان مرا، منو صدا بزن، منو شکر کن بابت مثلا کارایی که کردی، از من عذرخواهی کن، پاکسازی کن تو اون تایم، منو صدا بزن. اینجا کات میشه منو صدا بزن، یعنی به من وصل شو، به من نزدیک شو، عاشق من شو، منو دوست داشته باش برای اون چیزی که هستم. فقط پانشو بیا برای نیازهات سجده کن. فقط هر جایی کارت گیر میکنه یادت نیفت که خدایی وجود داره. همیشه منو بخون. وقتی تو همیشه منو بخونی من نیاز ندارم تو به من بگی چی نیاز داری چی نیاز نداری. من میدونم تو چی میخوای، ولی تو فرکانس اون چیزی که میخوای نیستی. با شکرگزاری میفتی تو اون فرکانس های نیک. وقتی تو اون فرکانس ها بیفتی ارزشت بالاتر میره. ارزشت که بالاتر بره به خواستات میرسی. خیلی ساده. پس همه اینا رو بد به ما فهموندن. بخوان منو صدا بزن، اجابتت میکنم، خودم هوا تو دارم، تو فقط به من نزدیک شو. منو داری چی میخوای؟ اصلا تو نخوا، من خودم ایدهشو میندازم تو مغزت که برات بهترین ها ساخته بشه. من خودم بهترین ها رو اتومات برات میسازم. تمام جهان هستیم و مأمور میکنم که بیاد اون چیزی که تو میخوای بهت بدن، هر طوری که شده. تو دیگه چی کار داری من چجوری بهت میدم؟ تو فقط منو بخوان، نیازتو ول کن، نگوش اصلا. میخوام چیکار نیازتو؟ من میدونم، من رگ گردن به تو نزدیکترم. بیا یه چند دقیقه سجده کن، منو صدا بزن، پاکسازی کن، عفو بخوا، عشق جاری کن. تموم شد، بقیه شو دیگه به من بسپار.